آقا تبریک میگم. این مربی تیم برنده است که بین 24 تیم برنده شده و تبریک میگم. برای وطندار حرفی چیزی گفتن برای گفتن داری؟ چند وقت فعالیت میکنید این فوتبال اینا؟ چند وقت هست نیست؟ اینجا 2 سال آمدیم، تقریبا 2 سال که آمدیم، وارد آلمان شدیم. بله. بعدش دیگه زیر نظر منصور خان فقیریان بودیم، البته مربی اصلی من ایشونه. درسته؟ بچه ها دیگه همه تو برمن جمع شدن. همین سال 2016 آمدن. 2016. چند وقت این تیم تشکیل دادین و چی کارایی میکنین؟ در چی وقتای چیز دارین؟ تمرین دارین؟ چی برنامه‌هایی دارین؟ ما تمرین به خصوصی تیم نداره. این تیم هر کدومش مثلا توی لیگ مثلا آلمان هم برمن بازی میکنن به حساب. گلچینی از چیز جمع شده که یک تیم شده. یک تیم خاصی نداره. چند وقت تشکیل دادین این تیم؟ این تیم اولو 6 ماه میشه. 6 ماه میشه. چند نفر هستین کلا؟ کلا ما اولوش 4 نفر ما نتونستیم بیان چون اجازه نداشتیم. بله. الان یک تیم 7 نفره هستین. در از 16 نفرین. تیم 7 نفر اینجا مسابقه داشتین. بسیار عالی. بعد این هم دوستایی که چیز کردن، برنده شدن، زحمت کشیدن، واقعا تبریک میگم برای شما. به برلین هم خوش آمدید میگیم. برای قرار است که امروز بعد از چیز 1 دقیقه سکوت برای شهدایی که امروز حادثه سرپل اتفاق افتاده، 1 دقیقه یا 2 دقیقه سکوت برنامه دوستا هستند. و شما برای مردم افغانستان حرفی چیزی برای گفتن ندارین به عنوان یک جوان، یک تازه نفس که این مردم افغانستان چی کاری بکنه که صلح برای صلح ادامه بده؟ اینجا کسی در پشتو اگر حرف میزنه در پشتو حرف بزنه برای ما بسیار خوشحال هستم که ما برای مردم افغانستان بگیم که هزاره، پشتو، تاجیک، سادات، ازبک اینجا کلگی مردم یکی هست. باید دمو رابطه دمو آبادی کشور خود دمو چیز صلح فکر کنه. کسی هست در پشتو امرای ما گپ بزنه بین شما؟